سلام علیکم. خوب هستین؟ صحتتون خوب است؟ بخیر هستین؟ بخیر سلامت باشین. سلام خدمت شما عزیزان بیننده، امیدوارم که صحت و سلامت باشین، لباس عافیت بر تن داشته باشین. باز هم یکی دیگر از برنامه افطاری با انار است و امیدوارم تا پایان برنامه ما را همراهی بکنین، تنها نگذارین. و امروز هم آمدیم تا با یکی دیگر از هموطنان افطاری داشته باشیم و اینکه این هموطن ما کی هست و مشکلاتشون چی است، از زبان خودشون جویا میشیم. همچنان لایک و سابسکرایب به برنامه فراموش نشه. بازم شما عزیزان بیننده را خوش آمدید میگم. امیدوارم تا پایان برنامه ما را همراهی بکنین و تنها نگذارین. و امروز هم آمدیم تا یک هموطن دیگر ما را در برنامه افطاری با خود داشته باشیم و اینکه این هموطن ما را شما با چهرهشان، با صدایشان همچنان آشنایی دارین و اینکه کی هستند و چه مدت در سینما و در عرصه تئاتر کار کردن از زبان خودشان میشنویم. چه حال دارین؟ قربانت، زنده و سلامت باشی. خانه آباد. قربانتان که تا اینجا آمدین و زحمت کشیدین و باز هم یاد کردین از ما و ما را به یاد امو وقت انداختین. زنده و سلامت باشین و بس تا تیم خوش آمدید میگم. زنده و سلامت باشین. خیلی ببینین که آمدین. آرزو ودا هستم، یکی از ممثلین کابل تئاتر و تلویزیون ملی که تقریبا 20 سال شده امسال دیگه که بخش سریال ها و برنامه و تئاتر اعلانات کار میکردیم و چون امو دینی که در گردن ما بود و بالا سر خدا و پایان خودم مسئولیت امی فامیل داشتم دیگه فعلا بیکار هستیم، ولی بازم هزار بار شکر میکشیم خدا را دیگه. توکل ما بازم به خدا و تا که جور بودم کار کرده رفتم، چون دیگه کار نبود. قلم و کتاب چه میفروختم پارسال. باز نمیفهمم دیگه، شاید تشویش شد، دیگر خونی شد، مشکل از دیگه نی طبعا که یکی فامیل باشه و کرای خانه یک طرف، مریض داری مادر خدا من مغفرت کنش که جمله مردای مسلمان های ما دیگر طرف یک دم دیگه زخم معده شدم. بازم یک ذرگک استوار بودم، خوب شده بودم دمی طول همی 3 ماه و 4 ماه. همی 1 ماه چیز کم دیگه میشه که به حد به تکلیفم ساخته بود. هر طرف مفتاد من تو گنگ سگول و بسیار این چی دیگه درد جانم. مثلا یک طرفم به حد به مشکل روبرو میشم و کندیدگی پیدا کنم. چون باز رفتم معاینات کردم، گفتن که کسی صفرایتان نمیفهم چند میلی سنگ داره، باید عملیات شوی. و دیگه هم معاینات کردم، گفتن چربی جگر داری دیگه. اونمو یکم که به حد اندازه دیگه وضعیت ما خراب ساخته و به حد مشکلات روبرو شدیم که باید گفت عملیات شوی. اگر عملیات نشوی و پیشرفت میکنه شاید فلج ساخت دیگه. فعلا ما راستیش پرسان کنی که خدا کنه که هموطن این غلط درکم نکنه و فعلا اما قدر هستیم که ما دستدان هستیم و اما چیزی که اموالی که داشتم در خانه بود و نبود فروخته رفتیم و خورده رفتیم دیگه. فعلا بخیر توانایی من ندارم که ما عملیات کنم، چون ده عملیات خون کار میشه. شاید بسیاری چیزایی دیگه که من به حد یعنی کسی بودم که هیچ فکرم به این چیزا نبود. خراب نشده بود اما فعلا به حد چرتم خراب است، دلم نارام است زیاد. خب جز ای که خودتان کار میکردین و مسئولیت خانه بر دوش خودتان بوده، در پالی شما کس دیگر هم هست که کار بکنه و در خانه نوناوری باشه؟ کاش می بود دیگه و کجا داشت، چون امون نیست دیگه. اونمو مجبور ناگزیر دیگه
پارزاد اقایم هستن که اونا یتیم هستن که پدر و مادر ندارن، با ما می باشن. مادر بود دور از حال دیگه. همینا هستن که نمیشه مشکل از دیگه. یکی دو بار بچه کار کرد اما دیدم که جنجال ها یک کمک جنجال دیگه شد. گفتم نه بیشی که سبای روز کنم جنجال دیگه به خودم نخیزه دیگه. بازم توکل ما به خدا دیگه که ببینیم چی میشه. یعنی در مدت سالی که شما کار کردین و زحمت کشیدین در عرصه تئاتر و سینما در افغانستان، ولی با وجود از او شما هیچ کمک تا فعلا دریافت نکردین و در پهلوی از اینکه کمک دریافت نکردین پولهای به نام شما آمده ولی ندیدیمش. شخصی استفاده شده ندیدیمش. اما تنهای ما هر جایی که هستن اگر میخواین دست ما رو بگیرن همینجا بگیرن. نمیتونم که با چپلوسی به کسی کنم، نمیتونم که به مسلک خود خیانت کنم. 1000 بار شکر میکشم در طول این قدر مدت سالی که همیجه بودیم 1000 بار شکر میکشم. نمیخوایم که ما با کسی دست دراز کنم یا مثلا چپلوسی کنم. نه نمیتونم. گرچه درست از خانه کرایی از تقریبا 10 ماه شد که کرای خانه سر ما 7000 مانده، اما با یک شکل میگذرانم. از اونم لازم تشویش زیاد است. میفهمم، خودم هم میفهمم سر خود. بله برق میاین 9000 10000، اما امروزی روز رفتیم برشان عذر کردیم که خیر برای ما قسط کنیمش، چون نمیتونم، ما توانایی ندارم. اما وقتی میبینم میگه تو یک هنر پیش هستی چطور خوب میگم زندگی است. طبعا که خب واقعا از این میگه وقتی که میبینیم به این هموطن ما به یک هنرپیشه که در افغانستان هنرپیشه بودن و در عرصه تئاتر کار کردن و زحمت کشیدن سالها و مدت کارشون هم کمی نیست که ما بگوییم یک روز دو روز بوده، ولی کار زیاد کردند. ولی متاسفانه از طرف کمیته هنرپیشه های ما از کسایی که در بخش تئاتر کار میکنن هیچ توجهی برشون صورت نگرفته، هیچ کمک برشون صورت نگرفته. اگر برنامه ما رو دیدین و از شما خواهش میکنم که کمک و توانایی را دارین که به این هموطن ما کمک بکنیم و مساعدت داشته باشین، کمکشان بکنین تا تداوی خود را بکنن و مریضی که دارن او را تداوی بکنن و مصرف عملیاتشان و در پهلوی از او همه قدر که روزانه بتونن خودشان مصرف خود بگیرن و خرج روزگار خودشان سپری بکنن برشان بیشتر است. و با وجودی که مریض هستن خانهشان نه فقط یک فرش نازک است و دیوالایشان درس کردگی، یعنی اگر قرار باشه ما و یا شما در اینجا زندگی بکنیم مطمئن هستم هیچ کدام ما حاضر نیستیم که به این که زندگی بکنیم جایی که در تصویر بر شما نشان داده میشه ساکتا بیرون شده، دهلیز کاملا پر از آب است و هزاران مشکل دیگه. و مهمتر از این که سرپرست خانواده خودشان هستند و مسئولیت فامیل خودشان دارند که خودشان از خواهرزاده های خود که یتیم هستند و سرپرست ندارند از اونا هم مواظبت میکنن. خب بانو آرزو، با امید صحتمندی شما، با امید از اینکه شما انشالله که دوباره صحتمند شوین و این مشکلات شما حل شوه و در پهلوی از این بانو آرزو میشه گفتنی خودتان و یا پیامی که دارین به هموطنان ما که شما رو میبینه را بگوین. من خوش هستم از هموطنهای خود هر جایی که هستن آرام و قرار باشن، هموطنم هستن دیگه. فقط هم خمی خواهیم ازشان غلط درکم نکنن، چون من در زندگیم یک وقت کسی بودم، همه چیز از خود داشتم. چون حالم وقت من صحت یاب شم، من صحت پیدا کنم، حتی میرم در خانه کسی کار میکنم، یک لقمه نان میخوایم پیدا کنم اما حلال باشه، نمیخوایم به مسلک خود خیانت کنم. از این خواهش میکنم ازشان که امروزی روزی حالت که سر ما آمده دست من رو بگیرن، همیشه خداوند همراهشان باشه، هم در دنیا هم در دنیا دستشان بگیرن.
دیگه ما فقط به همکاریتان ضرورت دارم، مثل یک خواهر کوچکتان به همکاریتان ضرورت دارم. دیگه همه اختیار به خودتان میمانم، زور ندارم. میگه که محتاج باشی ولی بی کس نباشی. من شکر بی کس نیستم، همه تنهای خدا دارم و مطمئن هستم که با کمک یاری الله پاک محتاجم نمیمانم. سلامت باشین بانو آرزو. عزیزای بیننده، این هم بود برنامه امروز ما که آمدیم پیش بانو آرزو و افطاری داریم امروز با اینا و امیدوار هستم که شما عزیزان بیننده قسمی که در ابتدای برنامه هم یادآور شدم، اگر توانی کمک و همکاری را دارید هموطنان عزیز ما که در داخل از کشور هستند و خارج از کشور هستند و میتونن کمک و مساعدت به بانو آرزو داشته باشند، میتونن همراهشان به تماس شوند و کمک و همکاری همراهشان داشته باشند تا رمضان به خوبی سپری بکنن و در پهلوی از اینکه رمضان است و مشکلاتشان زیاد از خانهشان کرایی هست و هیچ چیز برخوردن و یا استفاده کردن ندارن و امیدوار هستم که کمک و مساعدت شما به این هموطن عزیز ما هم برسه و سفره افطاری را تیم انار میدیا و انار میدیا آماده کرده به این هموطن ما و همچنان توفیق از طرف تیم انار میدیا و همکاران ما هستن، او را هم در پایان برنامه برشان تقدیم میکنیم و امیدوار هستم که تا این دم بیننده برنامه خودتان بوده باشید و با انار میدیا بوده باشید و همچنان لایک و سابسکرایب برنامه فراموشتان نشه. عزیزان بیننده، این هم بود برنامه امروز ما که بر شما تقدیم کردیم و دقایق مانده به افطار تا ما هم روزه خود افطار بکنیم و سپاسگزاری میکنم از شما خوبان که تا این دم برنامه بیننده برنامه ما بودین و ما را همراهی کردین و سپاسگزاری میکنم از بانو آرزو که ما فرصت دادن تا بیایم همراهشون مصاحبه داشته باشیم و تا تقدیم نمودن برنامه بعد همه شما را به الله سبحانه امانت میگذاریم. خدا یار و نگهدار همه شما خوبان. اللهم لك سمت وبك آمنت وإليه توكلت وعلى رزقك افطرت.